دعا رو دست کم نگیرید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده الدعا مخ العباده، در روایت دیگه گفته الدعا هو العباده، دعا عین عبادته، دعا مخ عبادته. خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرمایند ادعونی استجب لکم، شرط و مشروطه، مرا بخوانید استجابت میکنم، اجابت میکنم. در جای دیگه میفرمایند و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. خداوند ما رو میطلبه که خدا رو به فریاد بخوانیم. وقتی آتش سوزی میشه تو خونه، کی رو به فریاد میخوانید؟ درسته؟ آتش سوزی شد، آبت قطع شد، برقت قطع شد، تلفنت قطع شد، کولرت خراب شد، بلافاصله شماره میگیری آتش نشانی. دزدی بهت حمله کرد، شیطان هم دزده، مشکلات زندگی هم دزده، آسیب‌های اجتماعی هم دزده، آرامش رو از تو میگیره، سلامتی رو از تو میگیره، توان رو از تو میگیره. کی رو باید به فریاد کن؟ الله. و اذا سألک، اگر بندگان من از تو پرسیدن که خداوند نزدیک است یا دور، به اونها بگو. خودش میفرماید فانی قریب، نیاز نداره تو به اونها بگی، من نزدیکم. باید الله رو به فریاد خواند. در آیه اولی که تلاوت کردم ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید شما را اجابت میکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر دعایی که بخواهید برای دنیاتون، برای آخرتتون، برای دوستتون، برای فرزندتون، برای موفقیت در تجارتتون، برای موفقیت در عبادتتون، در همه کارهاتون، برای تخلص از چیزهایی که ناامنی برای شما ایجاد کرده، برای رهایی از دشمنتون، هر دعایی که بخواهید، چه در دنیا چه در آخرت، چه برای مادیات چه برای معنویات، خداوند اجابت میکنه. ادعونی استجب لکم. به همین منظور حضرت عمر رضی الله عنه میگفت بارالله، من غم و هم اجابت دعا رو ندارم، من فقط غم و هم دعا کردن دارم. اگر به من توفیق دعا کردن بدید، یقین دارم که اجابت همراهشه. من دردم اینه که نمیتونم دعا بکنم. حضرت عمر داره میگه اگر خدایا به من دعا الهام کردید، اجابت همراهشه. ما مشکلمون اینه که نمیتونیم دعا بکنیم و اگر دعا کردیم زود خسته میشیم و تو دعا کردن حواسمون پرت میشه و تو دعا کردن چیزهایی تو نظرمون میاد. اوقات دعا رو رعایت نمیکنیم، آداب دعا رو رعایت نمیکنیم، اماکن دعا رو رعایت نمیکنیم، مسائلی که قبل از دعا باید رعایت بشه رعایت نمیکنیم. بعد انتظار داریم چه؟ یا دعاهای غیر واقعی و غیر منطقی رو مطرح میکنیم، دعاهایی که معصیت درونه. طرف با کسی مشکل داره نفرینش میکنه یا تهدیدش میکنه، نگاه کن برات دعا میکنم که الان خدا دو نصرت بکنه. اگر قرار باشه خدا به اختیار من و تو باشه که با هر کسی مشکلی دارید تهدیدش بکنید و خدا به رخش بکشید و نشد که، پس هر کسی با کسی مشکلی داره، پس صبر چیه؟ پس توکل چیه؟ پس واگذاری به خدا چیه؟ پس استقامت چیه؟ پس گذشت چیه؟ بعضی با تقوا نماها طوری تقواشون رو به رخ دیگران میکشن، نگاه که الان چه کارت میکنن. بعضی مامورین رو به رخ افراد میکشن، بعضی هم خدا رو به رخ افراد میکشن، مثل این که خدا به اختیار من و توست که هر کاری خواستیم هر کسی رو سرکوب بکنیم سرکوب بکنه و بعد پوز بدیم دیری دعام گرفته. تو نکنیم این کار، بلکه اول دعای هدایت، دوم حتی برای مخالفت، حتی برای کافر، حتی برای دشمنت. خدایا اگر قابل هدایت هدایتش بفرما، خدایا اگر قابل هدایت هدایتش بفرما، خدایا اگر قابل هدایت هدایتش بفرما. اگر قابل هدایت نیست، اونطوری که خودت صلاح میدونی باش رفتار کن. بعضی موقع عجله میکنیم در دعا کردن، نفرینش میکنیم، دعای بدش میکنیم، فردا خدا هدایتش میده، فردا توبه میکنه. میخوام تو صورت هم نگاه بکنیم.
عجله نکنیم برای نفرین و نابود کردن، دعای رحمت بکنیم. شاید در حالت اجابت دعات مستجاب شد. به همین منظور ممنوع شده که پدر و مادر برای فرزندانشون نفرین بکنن تو هر شرایطی که باشه فرزند، چون دعای پدر و مادر مثل دعای پیغمبر در حق امته. ولی خیلی از پدر و مادرها کمی که به فشار میاد بلا فاصله به فرزندشون میگن برو به درک اسفل السافلین. میدونی درک اسفل السافلین کجاست؟ درک میدونی کجاست؟ زیاد کلمه درک رو استفاده میکنیم، برو به درک. بعضی هم پسوندش میگن به درک اسفل السافلین. خب به کی داری میگید؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم برای عمری که شمشیر کشیده بود که برای گردنش بزنه ببره برای قریش هدیه بده، میگفت اللهم اعز الاسلام و احد العمرین. پیامبران دعا میکردن اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا قوم آنها هدایت بکنن، نمیدونن، متوجه قضیه نیستن، از روی نادانی که دارن اذیت میکنن.